از دست دادن شخص نزدیک برای انسان فاجعه بزرگ است. داغی که مرگ عزیزانمان در دل ما میگذارند هرگز زدوده نخواهند گشت. امسال به سر هنرمند مشهور تاجیک ماهپیکریو را به یک بار دو مصیبت کلان آمده. اول هنرمند شایسته تاجیکستان فاطمه غلامова که خاله‌اش بود و ماهپیکر او را مادر معنوی خود میشمرد از عالم گذشت. بعد چند مدت خواهر نازنینش جوانمرگ شده این دنیای فانی را ترک نمود. دیروز کارمندان سامانه عائله برای به این بانوی هنر تعزیه بیان کردند به تئاتر جوانانی به نام محمود جان واحدов رفتند. بیایید درد و علم‌های دل ماهپیکریو را برا از زبان خود هنرمند بشنویم. فکر میکنم هر یک آدم اذیت خود را دارد، بیماری خود را در وجودش دارد. خواهر من به نهایت یک شخصی بود غمخوار، مهربان و من دائما دلم پر از آن بود که سفر هنری می رفتم. خواهرم در خانه هست، فرزندها رو نگاه بین می کند، نبیره ها رو. اگر من بود من کمتر شمال می خوردم، در آمده به من دارو می داد، نگاه بین می کرد، غمخواری و مهربانی می کرد. نوح بسته از اونی که کی و جیانش و فرزندش و پش و یکم آدمی بیگانه هم باشد به نهایت غمخوار بود. و در بین این 2 هفته به من گفتن دشوار است ناینا جان. در بین این 2 هفته که اول در خانه ما توبت کردیم، پس اون حالش وضبین شد و به بیمارخانه بردیم. خودش هم دائما شوخی میکرد که من گریپ شدم، من شمال خودم، من گریپ شدم. ولی میدونید خودش خواهر من بینیهای جوان بود، ولی عین انا همین راحته که خودش بود. 47 ساله بود، 47 پر کردگی بود و 48 بر در آمد. صاحب 6 نبیره بود. وقتی که آدمی نزدیک رو از دست میدهی، وقتی که آدمی نزدیکت از دنیا میرود، گویا تمام دنیا رفت، گویا خودت هم رفتی. دلت نمیدونم همه هر خل شاید این حالت رو میگذرونن، اما پدرم، مادرم، دادرم، من خواهرم باز بندگی کرد و این همش فکر میکنم با امر خداست. وقتی که آدمی نزدیکت میرود فکر میکنم از طرف خدا این باز سنجش میآید. شاید من به نهایت خوشبخت بودم که آدمی دوست داشته مرا از من گرفت. شاید من با از خوشبختی خود و آنی که به نهایت زندگیم ایجادیاتم خوب بود با کسی یعنی گویم خوشبختی خود را تقسیم نکردم. شاید برای هوای خدا خواهرم رو از من گرفت. نمیدونم، حاضر هر خل فکر و هر خل گویم اندیشه ها به میان میآید، اما خواهر یگانه‌ام میدونید وای باید مرا گروه چوب میکرد، وای باید مرا سرشته میکرد، اما تقدیر و نصیب همین بوده است. تقدیر و نصیب همین بوده است که من شکر از آن میکنم که نبیره ها هستم، جانکام هستم، پسر و دخترش شکرانه میکنم. فرزندای خودم هستن در گرد و احاطه‌ام، در نزدم، ولی غمگساری من نیست، غمخوار و مهربانی من نزدم نیست.
من دلم پر بود وقتی که سفر هنری میرفتم با یگان جشن نورا با مملکت دیگر میرفتم. دلم پر بود، قوت دلم بود و فقط میگفتم فاطمه جان اولا تو به خدا میسپارم، فرزند نبیره و همین خانه رو به تو میسپارم. یعنی میگویم که او غمخوری همه ما بود، همه عائله ما بود. بنهایت فرزندای خود را دوست می‌داشت، غمخوری میکرد، نبیره هایش را دوست می‌داشت. من فقط میگفتم که خداوند دولت رو به من در پیری زد و خواهرم میگفتم و بوشه میگفت که ای گفت نخه خیره بد شدن چی در کار، من همین تو 50 رسم من به کفایه. نمی خیلی نگو، این طور نگو. من گفتم تو خواهر من هستی، تو حوض هم پدر هم مادر هم برادر، همه چی برای من تو هستی. و بوشت میگوشه ای ماه جان خیلی چی، خیلی همین 2-3 روز گریه میکنید و بیدیده میرزونید، من که مردم 2-3 روز گریه میکنید و بیدیده میرزونید و همین تمام فراموش هم میکنید. آدمایی که دوستشون میداری فراموش کرده نمیشه. آدمای نزدیکت از دست میدی هیچ وقت فراموش کرده نمیشه، چون که آنها در قلب تو میمونن. وقتی که میگوین که پدر و مادر میراث، فرزند تیر الماس. ناخن رو از ریشه جدا کرده ممکن است اگر در این دنیایی که ما زندگی میکنیم بدی، تهمت، غیبت، کثیفی از این یگان کس آبرو نمیگیرد. ناخلفی، بدگفتاری از این یگان کس آبرو نمیگیرد و نگرفته است. وقتی که تو میروی به دنیای دیگر باید از پس تو بیان که اینقدر آدمی خوب بود، اینقدر انسان خوب بود، اینقدر غمخوار و مهربان بود. در حقت فقط دعایی میکنم، چون حاضر من میبینم که مردم چی مرد و چی زن نسبت همدیگر احترام ندارن، چی سخنهای دهال میگوین به همدیگر، به پدر و مادر دست میبردارن، خواهر و برادر بین خود برای خانه جنجال میکنن. اما ما بنده خدا هستیم، ما با اون دنیا که رویم با خود چی میبریم؟ مگر همین قصرهای طلایی؟ مگر اینقدر پولی که جمع میکنی مگر اونها رو میبری؟ نه هیچی. آیا کفن نصیبت میکرده باشد؟ از این چیزا باید فکر کرد. چقدر میتوانی خوبی کن، چقدر میتوانی سر یک صغیره را سله کن، خیر کن، کمک کن. مولیوی نتوانی، اقلا با یک سخن خوب، با یک حرف خوب کمک کن.